14 ایون از بازداشت چهره‌های سیاسی و دولتی و رسانه‌ای شدن قضیه تلاش غصب حاکمیت و خیانت به دولت یک سال گذشت. چهره‌های سرشناسی که گناهکار دانسته شدند و حکم‌های دراز مدت گرفتند. نزدیکان پیوندان آنها همان از صحبت با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. هرچند برخی از آنها در صحبت‌های بدون میکروفون پیوندان خود را بیگناه عنوان می‌کنند، کناره‌جویی از رسانه‌ها را به خطر بیشتر به خود و نداشتن اعتماد به مقامات حفظ حقوق بستگی می‌دهند. اما زمان صادر شدن حکم دادگاه گفته بودند که نمی‌دانند برای چه عزیزانشان را به سال‌های طولانی محکوم کرده‌اند. چون پرونده مهر مخفی داشت، وکیل به ما هیچ اطلاعات نمیداد. ما حتی حال نمیدونم پدر من چی گناه کرده است. شکر جان حکیموف یگان گناهی ندارن، یگان چی ندارن، وابشه هیچ که کاردار نیستن. همه رای راستشان که میرن، رای راستشان که میبیان. همه میدونند که شکر جان حکیموف گناه ندارد، یگان گناه ندارن. هیچ که تصدیقم کردن نمیتوند که و یا گناه دارن. با سپری شدن یک سال به جز شوهر و فرزندان نابالغ رخشانه حکیمووا به پیوندان محکوم شده های دیگر از زمان بازداشت تا کنون اجازه ملاقات با نزدیکان زندانیشان را ندادند. نزدیکانشان میگویند پس از مراجعت های زیاد مقامات وعده ملاقات در زندان را داده بودند، اما حالا میگویند دوره کرانتین است و نمیگذارند آنها را ببینیم. فرهاد آدینه فعال اجتماعی دلیل این را انگیزه سیاسی داشتن قضیه میداند. طبق ماده 93 کودکس اجرایی جنایی جمهوری تاجیکستان محکوم شده ها حتی در مؤسسه های نظام شدید حقوق به ملاقات با نزدیکانشان را دارند. مخصوصا هر ماه یک مرتبه ملاقات کوتاه 4 ساعته، در یک سال 2 مرتبه ملاقات دراز مدت از 1 تا 3 شبانه روز. متاسفانه در پرونده های سیاسی این حقوق‌های قانونی نادیده گرفته می شود. اگر محکوم شده علاقه در به مؤسسه انتقال یافتند و هم سود و حکم سود اجرا می شود، منع ملاقات دیگر به بهانه کرانتین اساس ندارد. یک سال قبل دادستانی کل اکنون سابق تاجیکستان در مجلس نمایندگان از وکیلان خواست به بازداشت همتای خود سید جعفر عثمانزاده که رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان بود رضایت دهند. دادستانی کل در حضور وکیلان عثمانزاده را در همدستی با گروه‌های داخلی و خارجی به تلاش زوراً سرنگون کردن حاکمیت دولت گناهکار کرد. پس از عثمانزاده بازداشت همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندرов رئیس سابق شورای عالی، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف حقوقشناس و معاون اول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیمووا روزنامه‌نگار و چند سرهنگ نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بعدتر یوسف رحمان دادستان کل پیشین تاجیکستان گفت بازداشت همه این افراد به یکدیگر رابطه زج دارد. ماه فوریه دادگاه عالی آنها را از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. نزدیکانشان به مرحله تجدید نظر شکایت کاساسیونی بردند ولی حکم تغییر نکرد. این گروه پرونده ها با تمام روندهایشان بازداشت، تحقیق، محاکمه و حتی بررسی کاساسیونی نه از روی قانون بررسی می شوند. قرارها در سطح دادگاهی نه بلکه در سطح سیاسی گرفته می شوند. از تجربه های سالهای اخیر معلوم است که در پرونده های سیاسی دادگاه کاساسیونی قریب هرگز حکم رو تغییر نمی دهد. دادگاه در برابر حکم‌های طولانی همچنین برخی از اموال این چهره‌ها از جمله 230,000 سومانی پسنداز رخشانه حکیمووا را مصادره کردند. کمیته دولتی سرمایه گذاری از نزدیکان اکبرشاه اسکندرov، عبدالفیض عطایی و احمدشاه کاملزاده برای به اختیار دولت نسپردن اموال مصادره شده به دادگاه شکایت برد. دادگاه های ناحیه های اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان چهره‌های محکوم شده پرونده مأموری باز کرد که برخی خانه و ماشین ها را به دولت دادند و بحث دادگاهی برخی دیگر تا کنون دوام دارد. با گذشت یک سال بجز دادستانی و دادگاه، نهادهای دیگر سیاسی و جامعه شهروندی تاجیکستان در مورد این قضیه از اظهار نظر و موضع‌گیری خودداری کردند.
حالا به اطلاع منبع‌های با اعتماد رادیو آزادی، فرزندان برخی از این محکوم شده ها را از وظیفه‌هایشان در مقامات دولتی برکنار کرده، شمار دیگری از فرزندان و نزدیکانشان به دلایل امنیتی به خارج کشور رفتند. این فقط کارمند دانش بود. کارمند دوست بدار.